سلام، من فاطیما هستم. خیلی خوشحالم که فرصتی پیش اومده که کتاب دشمن عزیز رو برای شما عزیزان خوانش میکنم. خب این اولین تجربه خوانش کتاب صوتی برای من هستش و خیلی خوشحالم که این فرصت پیش اومده که بتونیم در کنار هم این رمان رو پیش ببریم. خب لازمه مطالعه این کتاب و گوش دادنش اینه که شما حتما یا قبلا رمان بابا لیندراز رو خونده باشید و یا اینکه کارتونش رو دیده باشید. خب به طور کلی اگر بخوام فضای داستان رو بگم که به چه شکل روایت میشه، موضوع از این قراره که جودی و جرویس پندلتون سالی مکبراید که دوست جودی هستش رو مأمور ریاست پرورشگاه جان گریل میکنن و خب طبیعتا سالی هم توی این مسیر با یه سری چالش های مواجه میشه که ما اینو تو نامه هایی که در طول کتاب واسه جودی میفرسته متوجه میشیم و دقیقاً خب سبک نگارشی این کتاب هم مثل کتاب بابا لیندراز به صورت نامه‌ای هستش و یک جورایی میشه گفت همون فضا رو داره. خیلی خوشحال میشم که با گوش دادن به این اپیزودها و شیر کردنش با دوستانتون و سابسکرایب این چنل از من حمایت بکنید تا بتونیم این کتاب رو به خوبی پیش ببریم در کنار هم و بعد از این کتاب هم بتونیم کتابای بیشتر و بیشتری رو بخونیم و لذت ببریم.